اکرمکم عند الله اتقاکم. البته و البته که با اکرامترین شما نزد خدای تبارک و تعالی با تقواترین شما است. اشراف زاده نزد خدا به مرتبه ندارد که غلام مرتبه نداشته باشد. ثروتمند و منصبدار نزد خدا به مرتبه ندارد که کمبغل و پایلوچ نداشته باشد، بلکه همه این عقیده جاهلیت را خداوند با یک آیت قرآن به زمین یکسان کرد و پیغمبر جسورانه این را به همین خیلی ملتی قبیلچی قومچی فخر می‌کردگی با گذشتگان و با اولاد خودش خواندند، گفتند که روی شما همه فرزند انسان هستید. دانسته مانید که هیچ وقت شما با منصب و آبروی و ثروت خودتان نزد خدا به مرتبه پیدا کرده نمیتوانید، بلکه با چی؟ با تقوایتان. چقدر ترس خدا در دل شما زیاد شود، چقدر شما پرستش خدای بسیارتر کنید، چقدر از خدا ترسید و چقدر در طاعت و عبادت خدا غرق شوید، همانقدر مرتبه شما در نزد خدا بالا میشود. بنابراین وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب خودشان را که عبارت از بار و کمبغل و با منصب و بی منصب و غلام و تعلیم تربیه می‌کردند، این تعلیمات را هم گفتند که من سره ان یکون اکرم الناس فلیتق الله. هر کسی خواهد که با اکرام ترین انسان ها باشد، پس باید که از خدا برسد. بنابراین نمونه میارم از حیات اصحاب پیغمبر. حضرت خالد ابن ولید یکی از اشراف زادگانی بلندپایه سرزمین عربستان بودند. ثروت و آبروی و در مقام‌های اول می‌ایستادند. با یک غلامزاده‌ای که عمار نام داشتند، وقتی گپشان گریخت، عمار یاسر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولیدی که سرزمین عرب نامش شنود پریده اجاش میخیست از ترسشه، پیغمبر گفتن که روی خالد تا حق نداری با عمار کشکش کنی. چرا؟ برای که هیچ وقت خالد ابن ولید اگر چندی که اصحاب پیغمبر بود با عمار یاسر برابر شده نمیتواند. چرا؟ برای که عمار از خالد چندین سال پیش ایمان آورد و پدر مادرش در راه اسلام در نزد چشم عمار با سخت‌ترین عذاب‌ها کشته شدند، اما این چیز عمار را از ایمان، از پیروی پیغمبر بودن باز نداشت و اولین شهید در راه اسلام مادر حضرت عمار حضرت سمیه رضی الله عنها بودند. بنابراین پیغمبر حضرت خالد کنه خالد تا حق نداره با عمار کشکش کنه. و یا اینکه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه که از این تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیض زیادی را کسب کرده بودند، چی گفتند؟ بلال حبشی و ابوبکر هر دو برای من یکسان و هر دو سردار و آقای من است. ابوبکر یکی از ثروتمندان و اشراف زادگانی سرزمین عرب بودند. بلال کی بود؟ بلال یک غلامی حبشی یگان خیلی قدر و قیمت و ارزش نداشت، یکی از غلام‌های پچخترین سرزمین عرب بود. اما وقتی که به خدای یگانه و رسول برحق محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و نام صحابه پیغمبر به سزاوار شد، حضرت عمر که از تعلیمات بیزوال قرآن و محمد صلی الله علیه و سلم فیض گرفته بودند، چی گفتند؟ من بین ابوبکر و بلال هیچ فرقی ندارم. برای من ابوبکر و بلال هر دو یکسان هستند. ابوبکر هم عمر هم دوستی من است، پروری من است، آقای من است. و البته در تشکیل شدن جماعتی اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین
تعلیمات‌های بی‌زوال قرآن و پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم تأثیر عمیق خود را داشت که این گروه تشکیل شد که انشاءالله هفته آینده در این موضوع صحبت را با هم دیگر دوام می‌دهیم. و البته عذر می‌خواهم از چند دقیقه که من وقت شما را زیادتر گرفتم. خیرات کشور 222 سامانه و 50 روبل روسی 500 سوم ازبکی دعا می‌کنیم خدای تبارک و تعالی خیر احسان برادرای مقبول در راه خود گرداند و چه مرام و مقصد نیکی که داشته باشد برآورده خیر گرداند و در قلب ما و شما محبت خودش، محبت حبیبش و محبت اصحاب کرام و تمام گذشتگان نیک را جای دهد. خدای تبارک و تعالی ما